بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو سعید خدری الله تعالی از او راضی باد روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: از نشستن در راه ها حذر بکنید. صحابگان گفتند: ای رسول الله، ما دیگر چاره نداریم، زیرا که آنجا جای نشست ماست و در آنجا با همدیگر صحبت میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس اگر شما رد نموده فقط نشستن را قبول کنید، پس حق راه را بدهید. صحابگان گفتند: حق راه چیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: چشم خود را از نظر نمودن به زنهای بیگانه نگاه داشتن، کسی را آزار ندادن، جواب دادن سلام، به کارهای نیکو امر نمودن و از کارهای بد باز داشتن. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.